برادرای عزیز، شیخ سعدی می گفت دوش مرغ به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر رسید آواز من به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغ چنین کند مدهوش. شیخ سعدی میگد بار صدای مرغ که گوش کردم در صبح، ناله مرغ که گوش کردم، عقل صبرم برد و بیهوش در زمین افتیدم. همین صدای من، همین آوازه من و گوش یکی از مخلصان رسید، دوستان رسید. بعد او برای خبرگیری من آمد و میگد گفت که باور نداشتم که تو را بانگ مرغ چنین کند مدهوش. هیچ باورم نیامد که یک صدای مرغ، یک بانگ مرغ، یک ناله مرغ تو را بیهوش کند. شیخ سعدی چی جوابی گفت؟ گفتم شرط آدمیت نیست مرغ تسبیح گوی من خاموش. این شرط آدمیت نیست که مرغ خدا را تسبیح گوید. مرغ ای خدا ترسد، مرغ خدا را زاره و تولا کنه و ما خاموش باشیم. امروز مقصد این لحظه و این امکانیتی که امروز داریم، این هم ما باید استفاده بریم. همینش هم غنیمت های برادرای عزیز، همینش هم غنیمت های. میگن مرد از خدا میبینه، نامرد ای بنده. ما همش از خدا میبینیم، همه جانب خدا های، لیکن بنده ها سبب میشوند. بنده ها سبب میشوند و روز به روز دستی کفر میبینی بالاش نیسته. روز به روز میبینی فتنه و اغواها به دست اونها زیاد شده. به هر راه، به هر سبب یک مانگی، یک محدودیت پیدا شده. برای این لحظه شم لحظه غنیمت های. این لحظه ها را استفاده بریم تا پگاه ما و شما حسرتی نباشیم.